السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشاچیان عزیز. امروز جامعه تبریکات شهران در دهه آهالی برای تبریک کردن جشن زادروز که همه ماه بود که در مسافرت بودن، فرزندان در قلب آرزو داشتند که مادر از مسافرت بیایند و در روز خرسندی تبریک ببینند که امروز بزم بالای بزم است. نمیره خاندان امروز صبحی نبانو گوهر بندان دارد و به خاندان بابا جانشان آمده است. امروز مکرونایتی را در جشن زادروز نشان است. نام داستان که دوران انتظار بانو تبریک میگوییم و لحظه های خرسندی را همراه شما با هم میبینیم. با ما باشید، با شبکه شهران رفتیم. مهمانان عزیز، مهمانان خانواده رستم مکرونایتی، همه شما را به امروزه چیلگریزان به امروزه گوهر بندانی صبحی نبانو خوش آمدید. قدمهایتان را بالای دیده میخوانیم. امروز ما برای تبریک کردن مادر عزیزی مکرونایتی آمدیم. مکرونایتی را برای صحنه همراهی رستم تکلیف میکنیم. مکرونایتی همینجا می هر جا تا رستم نزدیکتر بستیم. مرحبا. حتی برایشان قرصک میزنیم. مرحبا. السلام علیکم. مکرونایتی کمی گذشته باشد هم زادروز مبارک باشد. امروز با راهبری داستانکر، دوران، انتظار بانو، کلین پاشاها، نبیره ها و البته رستم شما را تبریک میگویم. امروز مکرونایتی فرزندان میگویند که ما زادروزی مادر را میخواستیم جشن گیریم و جشن گرفتیم به مادر در مسافرت بودن، مادر از ما دور بودند. ما خواستیم که بعد از آمدنشان یک جای جشن گیریم. خدا کند که همراهی پدرم عمری دراز و خوشبخت و سعادتمند شده از پشت ما فرزندان حضور و حلاوت دیده گردند. در دنیا تمام آرزوهای نیک، تمام سخنهای نکو باشد برای مادری من می‌ارزد. برای چندین سالها باز برای زیبا کردن و فراوان کردن حیات ما فرزندان در مسافرت کار کرده ایستادیم. خدا کند که همیشه به درد و غم شده گردند. دمی پیری و دولت پیری اتیادو همراهی پدرم و زیارتی کعبةالله نصیب کند. امروزه این بیرم را گوهر بندانی صبحی نبانو را برای شما مبارکباد میگوییم. حاضر باشد از زمین فرزندان میخواستیم برایتان رسانیم. زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر، جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر، در این دنیا که بیرحمی و بیمهری است بنیادش، یگانه مهربانی من توی مادر، توی مادر. مکرونایتی انسان در زندگی پستی بلندی ها را میدید است. از تجربه زندگی از کهنسالان، از آن فاضلان شنیدیم که هر انسان خطا میکند، گناه میکند. یگانه شخصیتی که از بحر همون گناه کرده فرزند نمیباید این مادر است. دشنام میکند، جنگ میکند و فقط برای راست انتخاب میکند.
بزرگترین شخصیت مادر است. تمام شاعران و نویسنده ها با افتخار مادران شعر و سرود نوشتند. همیشه صحت سلامت گردید. بگویند باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم. مهر بیمانند او را سالها پرورده‌ام، می‌نهم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. دوستان مکرونایتی شما انسان‌های اصیل خاکسار که ما از خورده میشناسیم شمایان را، فرزندان را چنان باور رساندید که یک دوشان هر دویشان در خدمت خلق هستند. هر دویشان همیشه در لب خنده دارند و لب باید برای خلق و مردم خدمت میکنند. خدا کند که حضور و حلاوت فرزندان را دیده گردید. امروز این بیرام را امروز گاوها را بندانی نبیره را برای شما مبارکباد میگویم. حاضر باشد در روی دنیا اصلا کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است پیشکشی هم پدر و هم مادر میکنیم تا که سر میکنیم کتاب قرآن را زادروز امروز گاوها را بندان برای شما مبارک باشد. مرحبا. سلامت. امسال 2024 سال و چند سال شد تو اشتغال تمام کنید؟ 30 سال. همین حوالی باشید بود می؟ تایستان بود می، تیرما بود می، باران بود می، تایستانی گرم. بابایی 30 سال بعد چند بار گل پدر کرده؟ هر سال. تایم فقط روزی تو روزات روز. هر بیرام گلکش باید تبریک میکنن. حاضر باشد گلدستی کلام. خودشان هم برای شما یک تحفه هستند. حاضر باشد از نام همین پدر عزیز رستم امک برای شما یک گلدسته زیبا داریم تقدیم میکنم. زادروزتان مبارک باشد. مرحبا. گلدسته خود رستم امک رو تقدیم کنید. مرحبا. مبارک باشد. حاضر گلدسته داریم از نام نبیره ها. مرحبا. از نام فرزندان قبول کنید. زادروز مبارک. صبحی نوانو همین کس صبحی نوانو کلام شود دخترک نازنین شود رستم بابا و مکرونانه به توی نکاحیش رساند و هر آنها و باباها البته از پشت نبیره عزیز فخر کرده بگشته انسان شود. در آینده دختر مرد شود، معلمه زبردست شود و یک فخر آهنی که اولاد و سلاله باشد. امروز من با خاندان آنجانشان مهمان شده آمدیم. همیشه صحت سلامت گردند و کلان شوند. سخنهای باید تصدیق کیسان البته نه به زبان در آمده ایستادند. حاضر باشد مکنونیتی یک روزی فرصتی به شیرینی می‌ارزد. می‌خواستیم تارت رو نزدیکتر بیارند و یک جای کارت ها باشد اگر شیرینی رو برن از آن تناول کنند. بعد از آن سخنهای تبریکاتی رو میشنویم و حتی تیار کردن کارت می‌خواستیم رستم امک گذشته باشد هم تبریک‌ها را باز تکرار میکنیم. مرحبا. السلام علیکم هم یکاتون بر خوش آمده بیجان دادجان دنبال ما خوب سلامت کردید. این ممکنه که بلندگیره که ما فقط گریه می‌دارند. عثمان اکا علیش کردم به فکرمه بیزار عشق شادی باشد، عشق خورسندی باشد. امروز روز خورسندی بار دیگر مبارک باشد. کار تیار شد می؟ مرحبا. نزدیکتر می‌بیاریم. زادروز مبارک. مرحبا.
از اون لحظه ها و تعریف مهم به شما سخنهای تبریکاتی می ارزد. میخواستم که با شما سخنها را دوام کنم. مرحبا عزیزی. السلام علیکم هم یکاتون خوش آمده. دادا جان بی جان هم وقت سرکی نومه صاف کرده، صاف سلامت درکوی مولا بگرده. خوشا پیر شراب مقصدی مولا. هم یکاتون یکتشنه خوش آمده. خواهرشونه جان خواهرکم دلی جان خواهرکم صندوقچه سیم و زرگران خواهرکم بذاری جان شما نزدیکتر فقط گریه نکرده تبریک بکنید آیا اون میکروفون رو نگفته عشق رسه مرحبا خواهرم نه بجوی مادرم خواهرتم هرچند کردم امروز بگوستم بقیه ما پدرم مادرم حیوت باشم کن یه رسول بهتر است رسول بینم لیکن صد افسوس جای پدر مادرم کنم هم خواهرم مادرم دادرم مادرم بجای پدر بجای مادر میکنه آخرت پدر مادرم آباز کنشم و عمری برده ها میخواهم خواهرم رو تبریک میکنم رحمت سلامت باشد زلخمان خواهر السلام علیکم هیچ می نزدیکتر امروز بیرم شما رو نم امروز از آنه کسان مغزش شیرین بگوید نبیره را صبحی نبانو فرشته خاندان یکی از آن کلیدی دری جنت گوهر بندان دارد سمرقند ما مراسم‌های زیبا و زیاد دارد که در تمام دنیا این را تن گرفتند می‌خواستیم سلام نبیره شیرین را بعد از آن آقا جان صدای اخت تبریک کنید مرحبا سلام علیکم مهمان‌های عزیز شما در نور دیدت وجسته من می‌خواهم که برای من با فرزندم کلونم پوشه پیر شوم نیاران کلون شود معلمه شود دکتر شود مکتب‌های عالی بدروید من شما میخوام با این زودروزتون تبریک میکنم برای 100 ساله شوید پیر شوید بزرگ الواتی بچه کتون رو بده شما در میخوام رحمت سلامت باشد تشکر بگیم شنیدی مکنونایت سنانهای زویدوف‌ها هم سخندان و هم سرودخوان و هم صنعتکار هستند در اینجا عمجان عزیزی خاندان را معرفت‌نامه را و خواهر عزیز روزافزوناتی را می‌خواستیم تکلیف کنیم در این لحظه ها سخنهای تبریکاتی را شنویم از آن گواه شویم اگر امکان باشد اگر مرحمت معلمه زویدوفا مرحمت معلمه ما در پشتی جیان‌هایتان راستی ندیدیم شما را مرحمت معلمه شما را نیز تکلیف میکنیم معلمه زویدوفا می‌خواستیم به صحنه نزدیک‌تر بیایم مرحبا معلمه زویدوفا فریده معلمه تا جهان باقی است ای آموزگار نام تو ماند در جهان پایدار چون که تو در دلهای انسان مانده ای هیکل از علم و دانش یادگار مرحبا عمر بابا جانی عزیز عمر بابا همینجا مرحبا عمر بابا شما هم تکلیف میکنیم به صحنه مرحبا السلام علیکم دیگه یک جایی باشه معرفت کنم من السلام علیکم دادا خداوند مهربان با یک نور هواتون خوش آمده هر قدم مونده در این درگاه مکنونه و رستم جان نور دیده توجی سر اولیاکای گماردگونه ملایم شاد شد من امروز هم یکاتون دیده کلمه شد خدا رو به سطر رکن مرد کلون بی مکنونه اول مجید تاقم اول هاشون شاد باشن الهی من این دل دنیایی هاشون را آباد شوند من اینجا بودگی هم یکاتون شاد و خورم باشه الهی هیچ قدماتون در دلارا نبینه از نام خودم از نام اهل من همینجا شدگی ها هم از ویدوها مکنونه بر روز تولدش تبریک مبارک ها نمونده و آنها عمری دراز رزق فرار اصلا دست و کم روز بده نبینند یافتگی کاش فقط روزکای نیک روزکای نزد باید صد کنند الهی من این نیرانه یک شبه کلون شوم دو طرفه خداهای شیرین شکر شوم انتظارم خوجاینش که پوشه پیر شوه الهی من اهل کل روزکا و لایق بینه الهی
هم یکاتون همه خیلی روزکای نیک و لود بینه لوید شود یافتگی همواتون روزکای نیک روزکای مراد بسد کنند رکای دور بودگی من اینم رکای دور بگشته مکنون نیم یافتگی یکاش روزکای نیک روزکای مراد بسد کنند تیکی رکای دور بهم یافتگی یکاشون ساق رفته ساق سلامت بیانون اللهم همه وقت همراهشون باشد همه وقت مددکاراشون باشد رکای دور بگشتگی بابن یافتگی یکاشون منم خیلی روزکای نیک روزکای مراد بسد کنند مکنون نیم رستم جا بده پوشت پیر شود یافتگیش فقط توی رو مبارک بوده ها بسد کنند و دقیقتون رحمت محفلیدن در دنیا از همه چیزی آسان این با سخنهای کلانسالها همراه شدن است من هم اینچنین با سخنهای احمد جانم همراه هستم اگر از رشت طلا قصر سازی اگر از سنگ خارا شهر سازی نیابی در جهان یک ذره فیضی اگر مادر نباشد از تو راضی مخونه با ما با زاد روزت تبریک و تهنیت میگیم الهی صد ساله شود با همراهی رستم جان توشه پیر شود خانه کعبةالله را زیارت کرده انا میخواییم با یاد دوستان همراه شده بینید زاد روز مبارک 120 ساله شود خواهر عزیز باز یک باری دیگر السلام علیکم مدیران عزیز حسین بجان سلام علیکم خوش آمدید خواهر جانم دوگانه عزیزم از آوان جوانی از آوان بچگی ما در یک حولی در یک تگیر طوری با بوی آنم تلاش دیم و باید است امروز هم با دوستیم و باید است بازی کردیم چی کردیم بعد همین حیات تیوری دیدیم رویا که با همون بازی کنیم البته دوره بچگی دوره بی‌غبار بود در احاطه پدر مادر دیگر بندان دیگر ولی افسوس صد افسوس که این زمان همین این دور همین خیلی است که گذران بسو یکی پسی هم دیگر میرفتن من امروز بسیار افسوس میخورم که در اینجا آمد که بزرگواران هستن یا نوجوانان هستن همه آنها بسیار انسانهای خوبسار بسیار هم مهنتکش انسان دوست بودن مادر عزیز من نیستن هم در این دوره آن اصلا امروز به شادی ما شاید که از بالاها ایستاده دعا کنن که کاری ما پیشرو باشد دعا کنن که انا همین نبراهایی که در گرد و اطراف من پروانه هستن خواهر شیرین بابای رسد خدمتگار شما گردن اون مهنتکایی که شما همراهی همسر خودتان رستم پنجوی همراهی الهی همه آنها راحت گردن دوستان عزیزم و همه اجتماعیان نیز خوش آمده میگویم نوری دیدر توی سر هر یک خبرهای شما میگویم حسین لوکا جان با شما نیز تشکرهای زیاد با قدم خودتان و هر آیله شما ها انمخی شادی میارید درست اشک شادی میباریم همه اشک شادی میباریم مدام همیشه باشد که از چشمان همه ما تنها اشک شادی بارد خوش آمده دار مکنون خواهر عزیزم باز یک باری دیگر زادروز مبارک زادروز نبیره ها الهی دیدن نصیب کند به همه ما مبارک و باز مبارک باشد و در گرد و اطراف انا همین یار آشناهای عزیز و نزدیکان باشد شاد باشه تشکر شما تشکر سلامت باشد هزار رحمت که هر سخنها رو بلغر گشت میخواستیم باز سخنها رو دوام کنیم که در این لحظه ها هر سخنهایی که ما کردیم فرشته های راهگذار آمین بکرده است و صحنه خالجان عزیز ظریفه خانه را و احمدجان عزیزی خاندان علی شهرمک را تکلیف کنیم و سخنهای تبریکاتیشان را شنویم مرحمت ظریفه خانه میخواستیم به صحنه نزدیکتر بیایم و علی شهرمک تا جیامک گویم میشنوم کداشانه علی شهرمک مرحمت مرحبا السلام علیکم دیوران عزیز فرمایید از اون خوشحال مرحومان رو به این ولی خواهد جشن رو این گوهر بندش
تبریک و تهنیت ها گفتن اینا اولا سیرتو شد میکنن اونجا گرو فوریشون رحمت سلامت باشم از یابه گمه سیدمی بجازی کرد رحمت از این طرف السلام علیکم دوستان عزیز مهمانان گرامی اولا با خوش آمدید این درگاه پدر مادر من این آقای عزیز من باید امین مجبر من چی بگم این همین بکم میبرش این دل تنها شود ریزکش فنا شود چی نیت رو نگوشن نیت رو برسن یک مرتبه اولی بخوندن فخری پدر مادر فخری مادر اولاد پدر اولاد شود اپشتر ما کتیگه گشتن اینم گرد ما اپشتر کتیگه هم مطمئن رحمتی کنون نوری دیده کاجی سر همه وقت آمده میگه موزه همه وقت شاید هم مطمئن رحمتی کنون ای رحمت سلامت باشد اکنون از صحنه رفتنش نیست ما پس از درآمد کمی از رقص و بازی شما را دور کردیم بسیار سخن کردیم اکنون باشد برعکس تکلیف میکنیم همه کسی میخوازیم که خورسندی است شادی است یک جای با رقص های خود باز دور آرایی میکنیم سرود های شوخی ما برای شمایان زادروز و عمرمندان برای شمایان مبارک باشد مرحبا Shall we be all the same?
و بیا سوی من دنیای من دلدار من محباب خوشگل شبهای من نیومدی بیسون شب من تاریکه با من باشی عشقم دنیا ناموزیکه نیاد تو باشم آسونی نبیسم شاید تو هم رایی عزیزم سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من محباب خوشگل شبهای من جیگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من محباب خوشگل شبهای من خدا دست و شکایت کردم دست شیردون از برم شب کورا میخونم تو برباب را میگفتی که بهار میموندم چیگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من محباب خوشگل شبهای من چیگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من خوشگل شبهای من
امروز ما در خانواده رستمکه مهمان شده لحظه های خرسندی البته گوهربندان صبحی نبانو را جشن زادروزی مکرون نایفی را همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنام صحت سلامتی خوشبختی خرسندی همراه شمایان باشد. با ما باشید.